بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز در باره سوره قدر صحبت میکنیم. در باره سوره قدر انشاءالله که قریب همه شنیدگی هستید، در بارهش یک مقدار معلومات هم دارید، ولی به هر حال انشاءالله وقتی تکرار می شود و وقتی از خود کتاب تفسیر میخوانیم میبینید که باز چقدر چیزهایی هست که ما از آن خبر نداشتیم. سوره قدر در باره فضیلت شب قدر صحبت میکند و معنای قدر را هم انشاءالله در همینجا گفته میگذاریم. در بسم الله الرحمن الرحیم الله میگوید در آیت اولش انا انزلناه فی لیلة القدر، مایان نازل کردیم آن را، یعنی قرآن کریم را در شب قدر. و اولین آیتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود سوره اقرا با 5 آیت اولش که انشاءالله کمی بعد میخونیم در شب قدر نازل شده بود در سخن بعضی از علما. اما اکثریت علما میگویند تمام قرآن را از لوح المحفوظ، از آسمان هفتم به آسمان دنیا که در آنجا خانه هست با نام عزه، بیت العزه. در آسمان ها چه خیلی میدانید بیت المعمور هست، اون در آسمان هفتم است که یعنی در رو برای گفتیم کعبه باشد، یعنی راست میگیرد جایگیر شوی اون به کعبه که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا را چی گفتن؟ 70,000 فرشته برای عبادت داخل می شدند و خارج نمی شدند، یعنی عبادتگاه فرشتگان است در آسمان هفتم. این چونین در آسمان دنیا یعنی یکمین آسمان بیت العزه هست که به آنجا در شب قدر تمام قرآن کاملا نازل شده بود و سپس از آنجا حضرت جبرائیل در مدت 23 سال به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را کم کم آورده رسانیدن. الله چی میگوید؟ ما این قرآن را در شب قدر نازل کرده. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چی میدانی که شب قدر چیست؟ یعنی برای اینکه به این چیز پیامبر اهمیت دهند و من و شما اهمیت دهیم، پروردگار با این اسلوب خطاب ما ندا میکند و شما چی میدانید که شب قدر چی هست؟ و شب قدر را خواهران عزیز برای چی این شب نامش شب قدر است؟ یکی از معناهایش این است که این شب شبی نوشته شدن تقدیر است، تقدیر یک ساله هست، برای همین نامش قدر است، یعنی قدر به معنای تقدیر. یکی از معنایش این است که این شب در نزد پروردگار خیلی قدری بالا دارد، برای آنکه در این شب فرشته های عالی قدری الله از جبرائیل شروع کرده تا دیگر فرشتگان به زمین میفرایند. معنای دیگرش این است که این شب شب قدر دارد چون در این شب قرآنی که صاحب قدر بزرگ است به پیامبر نازل شده است. یعنی برای قدر گذاشته شدن این شب یک چند نام ها هست که زیادتر درباره اینکه این شب شبی نوشته شدن تقدیر یک ساله هست و تا سال آینده که چی می شود و چی کار میکند باز هم نوشته می شود، نامش چی است؟ قدر است. و این چونین از جهت نازل شدن خیرات زیاد، برکت زیاد، بخشیده شدن گناه ها، اجابت شدن دعاها هم شبی چی است؟ قدر است. و الله چی میگوید؟ انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر است از 1000 ماه و آن چی هست؟ یعنی 83 سال و 4 ماه مدت عمر یک انسان. یعنی در شب قدر وقتی تو عبادت میکنی گویا که تو تمام عمرت اگر 84 سال زندگی کرده باشی عبادت کرده ای و عملهایی که در این شب کرده می شود خیرون بهتر است از عملهای یک عمره، چه از نماز باشد، چه از صدقه باشد، چه از ذکر باشد. و در بعضی از روایات ها آمده است که خیرهایی که الله در این شب بین بنده هایش تقسیم می کند، رزق هایی که به بنده ها داده می شود، دروازه های جنتی که برای بنده ها گشاده می شود، این شب چه هست؟ از 1000 ماه بهتر است. یعنی این گونه خیرات در 1000 ماه هم تقسیم نمی شود. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. در دوامش الله چی میگوید؟ تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. در این شب فرشته ها
از آسمان هفتم شروع کرده تا آسمان ششم و پنجم و چهارم و سیوم و دویم و یکم همراه روح یعنی همراه جبرائیل به زمین میفرایند تا اینکه وقت بنده ها دعا کنند به دعای بنده ها آمین بگویند. و خواهران عزیز، یکی از اسباب اجابت شدن دعا این است که به دعای شما فرشته ها آمین بگویند. وقتی شما دعا کردید و فرشته ها آمین گفتند، دعای شما انشاءالله اجابت است. و این شب با تمام تقدیر و قضاوت هایی که الله حکم کرده است، فرشته ها به زمین نازل می شوند و در حدیث آمده است که یگان نفری که در نماز است یا در عبادت است نمی گذارند که به آن صلوات و به آن دعا و رحمت نفرستند. یعنی به هر یک بنده مؤمنی که در شب قدر در عبادت هست، فرشته ها سلام می گویند اگرچه ما آنها رو نمی بینیم و این چونین برای آنها دعا میکنند و هر دعایی که بنده های مؤمن در این شب میکنند به آن دعاها آمین میگویند که انشاءالله پروردگار سال آینده عبادت شبهای قدر را به ما نصیب کند. در دوامش الله چی میگوید؟ سلام هی حتی مطلع الفجر. و این شب یعنی شب قدر در امان است، در سلام است تا صبح، تا دمیدن صبح. در این شب هیچ بالای اهل زمین نازل نمی شود. این شب تا صبح در امان الله هست و زمین پر از فرشته ها هست و زمین پر از رحمت و مغفرت و مهربانی الله می باشد. و شبهای قدر خواهران عزیز درباره کی بودنش صحبت کرده بودیم که بین علما اختلاف خیلی زیاد است که شب 27 است یا 25 یا 23 یا 24 و درباره همش تقریبا حدیث آمدگی هست و مهمترینش چه هست؟ آنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در شبهای توقع آخر رمضان آن را جویا باشید. یعنی فقط یک عبادت شب 27 نه و شما شب 21 و 23 و 25 و 27 و 29 را با عبادت گذرانید تا اینکه این شبها شاید یکی از آنها از شبهای قدر باشد. و درباره علامت‌هایش هم که این شب خیلی از شبهای امان است و پگاه روزیش آفتاب آنقدر روشن نمیتابد، یعنی شعاع آفتاب به نور می شود. در این باره هم پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده بودند، ولی خود پیامبر فقط شبهای توقع دهه آخر نه و 10 روز دهه آخر رمضان را خیلی با جد و با کوشش و حتی بیدار کردن اهل خانوادهشان که این شبها شب خواب نیست، این شبها شبهای عبادت است میگذرانیدن. یعنی یک شب 27 نه، یک شبهای توقع آخر رمضان نه، 10 شب آخر رمضان موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که هم در اعتکاف می نشستند هم همسران خود را بیدار می کردند و تمام این شبها عبادت میکردن. برای ما خواهران عزیز در یک سال یک بار باشد هم بگذار شبهای عبادت باشد، شبهای باشد که ما همون شبهای دهگانه آخر رمضان را مخصوص فقط با عبادت گذرانیم. یکی نه یکی به شب قدر راست آید و انشاءالله تمام عبادت یک عمره را پروردگار به ما نصیب کند. چون چه گفتیم؟ شب بخشیده شدن گناه، شب نازل شدن رحمت و مغفرت، شب اجابت دعاها می باشد. این درباره سوره قدر بود. این انزلناه فی لیلة القدر. میگذاریم به سوره اقرا. سوره اقرا نامش سوره علق هست. آره، سوره علق هست که معنای علق چه هست؟ خونی بسته می باشد و در نزد جمهور علما یعنی اکثر علما اولین آیتی که به پیامبر نازل شده بود این چه است؟ 5 آیت اولی سوره اقرا یا سوره علق که اقرا بسم ربک الذی خلق گویان شروع می شود. و حدیث در صحیح بخاری هست خواهران عزیز، حضرت عایشه میگویند از نشانه های اولین پیامبر گشتن محمد صلی الله علیه و سلم این بود که خوابهای پیامبر وقتی به 40 سالگی نزدیک شدن راست می آمد. یعنی هر خوابی که می دیدن مثل صبح پگاهیش آن خوابشان حقیقت می یافت. یعنی کسی از راه آمد در
جای یگان حادثه شد. اینها رو پیامبر چی میکردن؟ وقتی در خواب میدیدن در راستی هم میدیدن. از نشانه های پیامبریشان یکی حقیقت یافتن رؤیا یا خواب های پیامبر بود. دیگر این که خود از خود پیامبر تنهاگی را دوست می داشتن. یعنی اگر تا 40 سالگی از مردم دوری و گوشه‌نشینی نباشد، نزدیکی های پیامبر شدنشان پیامبر دوست می داشتن که تنها بمانند و آن هم تنها در غار حرا که خواهرانی که برایشان عمره یا حج نصیب شد میدانند که چقدر از مکه دور از غار حرا در کنج یا بالای کوه می رفتند و در آنجا دور از مردم، حتی دور از زن و فرزند خود که فرزندانشان در آن وقت کوچک بود، می نشستند و درباره فکر کردن درباره خالق زمین و آسمان، درباره باطل بودن بت پرستی و اینها فکر میکردن. یعنی دوم چی بود؟ بجز اینکه خوابهایشان راست می آمد، تنهاگی را دوست می داشتن و تنهاگی که با فکر و با تفکر باشد. بعدن خیلی که همه میدونید وقتی 40 ساله میشوند که سن و کمالات است، در همین شب قدر که عجیبش اقرا کتی، سوره اقرا و قدر پیش هم می آیند. آره، چون دو قصه با هم نزدیکن. حضرت جبرائیل می آیند به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و چی میگویند؟ بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق، به نام پروردگارت که خلق کرده است. یعنی همه آیت هایی که به تو نازل می شود اکنون بخوان. و همین با اقرا یعنی بخوان اولین وحی یا خبری آسمانی به زمین می آید که این رو چی می گوییم؟ چقدر ارزش داشتن خواندن را به ما می فهماند. یعنی در اسلام خواندن و کمی بعد میفهمید که به دست قلم گرفتن از مهمترین چیزهایی هست که باید مؤمن بداند. و عجیبش این است که در همان زمان خواهران عزیز وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در عصر 6 یا گفتیم آخری عصر 6 و 7 میلادی بود، در مکه مردمی که میخواندن 2 یا 3 نفر بودن. یعنی تمام مردم در مکه مردمی بیسواد بود، جاهل بود. آنهایی که نه خونده می نتوانستند نه نوشته می توانستند، در حالی که مثلا در فارس و در روم و اینجا مردم خواندن و نوشته توانند. این اهل مکه اهل چی بودن؟ جاهلیت. در بینشان نصرانی و یهود هم تقریبا کم بود یا حتی نبود به جز 2-3 نفر، و مردم اصلا از خواندن و از نوشتن آگاه نبودند که آیت اولین با چی شروع شد؟ اقرا، بخوان به نام پروردگارت که خلق کرده است. و از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ خواندن نمی توانستند و چه خیلی میدانید از معجزه های پیامبر این است که یک نفری که خواندن نمی تواند و نوشته نمی تواند درباره چیزهای صحبت میکند که یگان عالم در آن وقت سخن نکرده است. یگان عالم همان زبان خبرهای را به مثلا دیگران میگوید که آن خبر را با یک عالم یا یک نفری که آن طرف و این طرف برود باید بگوید. اما پیامبر از این که پیامبر بودند و به پیامبر از آسمان خبر میشد، با آن همه بی علمی یا گفتیم امی بودن، اینها را خبر میدادند. پس جبرائیل چی میگوید؟ یعنی اولین بار و خواهران عزیز همین لحظه را باید تصور کرد که وقتی تو در تاریکی هستی، نصفه شب است، دور از مردم هستی، در داخل غار هستی، اون هم در بلندی کوه، نزد تو کسی می آید که اصلا ندیده ای و کسی بیگانه هم هست و به تو میگوید اقرا بسم ربک الذی خلق، که انسان البته خیلی میترسد. انسان خیلی میترسد و پیامبر هم عیناً خیلی میترسند و بعد از نازل شدن این آیت ها دویده به نزد کی می آیند؟ به نزد خدیجه می آیند و میگن زمیلونی مرا بپیچانید که من میترسم که به من چیزی رخ داد. اینجا یعنی بعضی ها طعنه میزنند که مگر محمد ترسانچک بود که ترس دویده آمد؟ به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم هر فرد عادی هم می بود در تاریکی در داخل کوه، به نزدش یک نفری ناشناس می آید، آن هم 3 بار او را سخت به آغوش می گیرد. وقتی می گوید من خواندن نمی توانم، همه هم می ترسیدن و این نمود ترس ها در پیامبرها هم بود که مثلا وقتی عصای حضرت موسی به مار بزرگ
تبدیل می شود، موسی هم می ترسند و الله میگوید خذ ولا تخف، به دستت بگیرو تو نترس. باز آن عصا را ما به همان چوب دست تبدیلش می دهیم. الله میگوید اقرا بسم ربک الذی خلق، ای محمد بخوان به نام پروردگارت که او خلق کرده است. خلق الانسان من علق، انسان را از خون بسته آفریده است و بعد از نطفه انسان به خون تبدیل می شود که در آن زمان این چیز را کسی نمیدانست، طب هم نبود و الله به پیامبر خبر داد که انسان ها در شکم مادر چی می شوند؟ از خون بسته خلق شدنشان شروع می شود. اقرا و ربک الاکرم، بخوان و پروردگاری تو کریم است. یکی از معناهای کریم این است که خواهران عزیز سخاوتمند است، رزق دهنده است، بخیل نیست. پروردگار به تمام بنده هایش، به تمام مخلوقاتش، چه کافری چه مسلمان، چه عاقل و چه بی عقل، به آنها رزق می دهد. یکی از معناهای اکرم این است که زود بنده هایش را جزا نمی دهد، یعنی به گناه بنده ها زودگیر یا تیزگیر نیست. پروردگار صبر می کند و برایشان فرصت می دهد که شاید که توبه کنند، شاید که از راهشان برگردن. اگر از راهشان برگشتن با آن لطف و کرمی خود، اکرمی خود آنها را می بخشد. نه اگر برنگشتن عقاب آنها را هم، نه همش را در دنیا بلکه به آخرت میماند و در آخرت میدهد. در دومش الله چی میگوید؟ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، همان پروردگاری که انسان را با قلم آموزانید. و اینجا خواهران عزیز آثار از صحابه های پیامبر هست، مثل عبدالله ابن مسعود که چی میگویند؟ با قلم علم را در عقل خود، در ذهن خود ثبت نماید. یعنی قلم نوشتن سبب آموزش می شود. طالب علمی که قلم ندارد وای اصلا طالب علم حساب نمی شود. طالب علم باید با خود قلم داشته باشد، با خود دفتر داشته باشد. طالب علم باید آن چیزی که گوش می کند بنویسد. و والله اعلم از بین شما تقریبا 150 نفر چند نفر حاضر قلم دارید؟ یعنی این رو الله خودش می داند. برای آنکه یکی از صفت‌های چی بودن؟ طالب علم بودن این است که تو آن چیزی که میشنوی باید بنویسی و با قلم، با همان نوشته در وقت نوشتن به ذهن تو جای می شود و این قلم است که سبب ثبت شدن علم، سبب دست به دست آمدن علم می شود. نوشتن قرآن از زبان پیامبر تا امروز رسانید به دست ما قرآن را، نوشتن احادیث از زبان پیامبر، از زبان شاگردان صحابگان آورده رسانید به دست ما بخاری و مسلم و نسائی و این کتاب ها را. یعنی با قلم طالب علم علمش را با قلم میگیرد. فقط گوش میکنم یکی با کلم درآمد داخل نشد، نه نمی شود. طالب علمی که چه خیلی گفتم قلم ندارد او اصلا طالب علم نیست، او حتما طالب علم با خود کاغذ و قلم داشته باشد. و الله چی میگوید؟ الذی علم بالقلم، الله انسان را با قلم علم داد. و بعضی علما میگویند اولین تعلیمی آدم هم با قلم بود، یعنی نوشته میکردن و قلم از آن آدم میخوان. و چیزی دیگری که خواهران عزیز همینجا خواندم که حدیث را بعضی از علما صحیح هم کردن که پروردگار اکثریت مخلوقاتش را با کن فیکون آفریده است. یعنی الله کن میگفت یعنی پیدا شو، آن چیز پیدا میشد. یگانه 4 چیزی هست که پروردگار با کلامش نه، با دستانش که دستان خداوند یا دستان الله لایق ذات خداوند است که درباره کیفیت آن، چگونگی آن من و شما تصور کرده نمیتوانیم، فقط به آن ایمان داریم. و الله فقط 4 چیز را با دستان خود آفرید. یکی آدم را که در قرآن هم خبر میدهد خلقت بیدی گفته، دیگر قلم را، دیگر عرش خود را و دیگر جنت را. یعنی پروردگار جنت و آدم و قلم و عرش را از روی اینکه این چیزها خیلی در نزد پروردگار ارزشی بالا دارند با دستان خود آفریده است. اما درباره اینکه یکمین چیزی که آفرید الله قلم بود یا عرشش بود چیزی دیگر، در این باره در درس
عقیده گفته گذشته بودیم که کدامش را آفریده باشد هم به من و شما یگان زیان و ضرر ندارد. و خواهران عزیز، قلمی هست که آن قلم به دستی فرشتگان است، همیشه تقدیر بنده ها رو می نویسند و این چونین در کتفان ما می نویسند و قلمی هست در دست من و شما که با آن علم را ثبت میکنیم و خوش به حال آنهایی که در همین حالت ها هم در دست قلم دارن، یا گفتیم در این زمان اینترنت، در این زمان فتنه و فساد، به جای از این سایت به آن سایت دویدن و از این کانال به آن کانال فسق دویدن، در دست کتاب و قلم دارن که حتی یکی از اسلوب های بهترین کتاب خوانده را در عقلت جای کردن، این خواندن و بعدن زیر خوانده هایت خط کشیدن است که در چندین سال است که من خودم هم استفاده میکنم. یعنی وقتی میخوانید کدام کتابی رو هم که نخواندید، زیر اون جمله که به شما مثلا خیلی نو بود یا گفتید خیلی مهم بود، یک خط میکشید. هر وقتی که کتاب رو کشادید هم چشمتون به اون می افتد و با همین در ذهن شما هم ثبت می شود. یعنی کار قلم در گرفتن علم آموزی خیلی و خیلی مهم می باشد. و خیلی گفتم اهل مکه که نه از قلم خبر داشتند و نه از کتاب، پیامبر به نزد آنها آمد که چه گفت؟ اولین چیزی که به من نازل شد اقرا هست و علم الانسان بالقلم می باشد. علم الانسان ما لم یعلم، پروردگار با قلم به انسان اون چیزی که نمیدانست آموزانید. خیلی گفتم یکی انسان به معنای حضرت آدم است، یکی تمام انسان ها. یعنی انسان با واسطه قلم چیزی که نمیداند با نوشتن و با کشیدن می آموزد. این 5 آیت بود که علم الانسان ما لم یعلم به پیامبر اولین بار در غار حرا نازل شده بود، در شب قدر، یا گفتیم در شب 27 رمضان در نزد اکثر علما. بعد از این دیگر آیت ها بعدا نازل شده است. در دوامش الله میگوید کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. یعنی اینجا میگن این آیت درباره ابو جهل است و ابو جهل رو خواهران عزیز تقریبا نشناختن عیب است، برای آنکه فرعون این امت بود، نفری که از همه زیاد به پیامبر اذیت رسانید، نفری که بارها نقشه کشتن پیامبر را کرد و همچون سگ به آن جزایش را دید و در جنگ بدر مرد. ابو جهل که ابوالحکمش میگفتن، بعضی علما میگن این آیت درباره او هست، اما آیت درباره تمامی آنهایی هست که طغیان میکنن. یعنی الله میگوید کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی، البته انسان طغیان میکند، سرکشی میکند، یعنی بندگی را به گردن نمیگیرد. کی؟ ان رآه استغنی، وقتی خودش را بی‌نیاز دید. انسان کی خود را بی‌نیاز می‌بیند؟ وقتی مال دارد، سلامتی خوب دارد، باز حمایه‌گر فرزند و خویش و تبار دارد، از خود می‌رود. دیگر او گمان می‌کند همیشه مال او باقی است، همیشه صحتی او باقی است. او مثلا گمان می‌کند همین گونه همیشه پرقوت است. یعنی اکثریت انسان‌ها همین گونه هستند. در عرف عادی زبانی تاجیکی هم چی میگویم؟ از خود میروند. وقتی پول زیاد رو دیدن، وقتی جسم قوی رو دیدن، پهلوان ها رو میبینید، اونهایی که مثلا به ورزش مشغول شدند و جسم خوشرو یا قوی دارن، تماما از خود میروند. راه رویشان دیگر هست، صحبتشان دیگر هست، گویا که اینها تمام عمر همین گونه پهلوان میمونند. و انسان‌های پولدار هم انسان‌های پولداری هستند که نعوذ بالله حتی آیت را قبول نمی‌کنند. از پول زیادی که دارد درباره حلال و حرام صحبت کرده اصلا پروا ندارد. یعنی انسان وقت محتاج است از جهت اقتصاد مالی یا از جهت سلامتی، یا کمی دارد از جهت خویش و تبار، فرزند، همسر، پدر، مادر، آن انسان تواضع و خاکساری و اکثریت مؤمنان حقیقی را هم در همین گونه انسان ها میبینید. انسان هایی که خاکسار هستند به خاطر این یا آن مشکلی که هست. و خواهران عزیز، اکثریت خواهرانی که به من خیلی نزدیکن میدونم که مشکلی جدی یا در فرزند دارن یا در سلامتی دارن. سبحان الله.
یعنی تقریبا در بین شاگردهای من شخصا، الله شاهد باشد، شاگردانی که همیشه در درس هستند، ندیدم کسی که 100% پولدار باشد، سلامتیش خوب باشد، فرزندانش هم یا خویش و تبارش هم 100% باشد. این گونه انسان ها حتی درس نمیخوانند. یعنی اساساً چه آنهای به سوی پروردگار رجوع میکنند، سرخم میکنند در نزد علم و در نزد شریعت الله که مشکلی ها یا کمبودی های دارن. اما آنهایی که هیچ کمبودی ندارن، الله چی میگوید؟ الراءه استغنى. انسان وقتی خودش رو بی‌نیاز دید، پولدار و سلامتیش خوب و خویش و تباردار، از خود میرود، دیگر الله را فراموش میکند که پروردگار اصلا برای ما فراموشی خودش را نصیب نگرداند که عاقبتش خوب نیست. این چیز عاقبتش خوب نیست که نه پول ما همیشه هست و نه سلامتی ما. و اینجا ابو جهل هم همین گونه بود. سبحان الله، ابو جهل خواهران عزیز از اینکه فرزندان زیاد داشت و او در همان زمان از یکی از انسان‌های خیلی با آبروی مکه بود، از یگان چیز نه خجالت میشد، نه شرم میکرد و نه میترسید. و کمی بعد میخوانیم که او حتی میگفت اگر الله به من عذاب فرستد، این همه پیروان من مرا از عذاب او نجات میدهند، مرا از عذاب یگان خدای نترسان. یعنی تا این اندازه از خود رفته بود. و حاضره فرعون هایی که هم شما میبینید در اطراف، از اینکه در دستشون پول زیاد هست، اینها همین گونه سنگدل و بیرحم و تماما متکبر هستند. یعنی پول زیاد، البته انسان های بی ایمان، چون بعض انسان های با ایمان پولشون آنها را متکبر نمی کند، مگر بعض انسان های هستند که نعوذ بالله حتی بعد از پولدار شدن از ایمان آنها هم کاسته می شود. اما مؤمن حقیقی را نه پول زیاد، نه سلامتی بر دوام، نه فرزندهای زیاد از خود نمی رواند. الله میگه این الی ربک الرجعه، از خود نروید، به پروردگارتان برمیگردید. اگرچه در دنیا پولدار و مالدار هستید و گمان میکنید که شما همیشه ابدی هستید، نه، تمام شدنی هست. پول شما، مال شما، سلامتی شما به پایان میرسد. باز برمیگردید به نزد پروردگار و شما این الی ربک الرجعه، بازگشت شما به سوی پروردگار است. در دوامش الله میگه ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلی، آیا دیدی آن را که نهی میکند، یعنی نکن میگوید، باز میدارد بنده را وقتی نماز بخواند. این البته درباره ابو جهل است و درباره تمام ابو جهل ها هست که ابو جهل فقط در زمان محمد صلی الله علیه و سلم نه، تا روز قیامت ابو جهل ها دیگر آمدن میگیرند. ابو جهل خواهران عزیز وقتی میگفت اگر من محمد را ببینم که در نزد کعبه نماز میخواند، به گردنش کارد خواهم کشید، یعنی من او را به قتل میرسانم. من با اصلا نمیگذارم که محمد نماز گذارد. و الله میگوید آیا دیدی همون نفر را که من میکند، باز میدارد بنده اگر نماز بخواند. یعنی ابو جهل و امثال ابو جهل ها که میگویند در جای کارت نماز نخوان، در مکتب نماز نخوان. آنهایی که میگوید در جای کار نماز نخوان، در مکتب نماز نخوان، بچه های تا 18 ساله نماز نخواند، از همون خون پلید ابو جهل هستید. آنی که میگوید نمازت را بمان، کارت را بکن، یا اینجا جای نماز نیست، یقین بداند که از همون پلیدی های ابو جهل در آن است که همون روزی که بالای ابو جهل آمد، بالای این گونه انسان های می آید که از نماز بنده های الله را باز می دارند. الله میگه ارایت این کان علی الهدى او امر بالتقوى، آخر وقت یک انسان مردم را خودش در هدایت هست و او اهل تقوا هست و مردم را به هدایت دعوت میکند، وقتی تو او را باز میداری، این هلاکت است. یعنی نابود میشود هر نفری که انسانی هدایت یافته را، انسانی که مردم را به راه راست دعوت میکند، پیش راه او را میگیرد. الله میگه کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه. اگر بس نکنند آنهایی که مردم را از نماز باز می‌دارند، مردم را از دعوت باز می‌دارند، مردم را از یکدیگر را اصلاح کردن باز می‌دارند، اگر بس نکنند لنسفعا بالناصیه،
ما آنها رو خوار و ذلیل میکنیم، از موی پیشانیشان میکشیم. در عرف عرب ها خواهران عزیز، یک نفر رو اگر شرمنده کردن یا در بین مردم تماما به خوری و ذلت نشان دادنی می شدن، از موی پیشانیش کشاله میکردن یا میگفتن او رو از موی پیشانیش گرفتن. در ما میگویند تک تک پا میکنن یا زیر پا میکنن، یعنی یک نفر رو خور و ذلیل میکنم یعنی تو رو زیر پا میکنم، میگویند در اکثریت جایهای تاجیکستان. در عرب ها میگفتن از موی پیشانیش میکشیم. و الله اینجا میگوید همون نفری که نمازگزاران را از نماز باز میدارد، هدایت یافتگان را از راه هدایت باز می‌دارد، او را به نزدیکی خوار و ذلیلش میکنیم. خوار و ذلیلش میکنیم، از موی پیشانیش میکشیم، یعنی شرمنده‌وار در ذلت. ناسیت کاذبت خاطئه، از موی پیشانی همان دروغگوی خطاکاری که هم با زبانش دروغ میگوید، هم اینقدر گناه ها را میکند. و این وعده الله است. هرگز گمان نکنند آنهایی که مردم را از نماز باز میدارند، مردم را از درس باز میدارند، مردم را از آن چیزی که حلال و حرام است دانستنش باز میدارند، همین گونه کرسیشون در جایش هست، همین گونه چه خیلی که الان در یک استراحت و فراغ دستی زندگی میکنن بر دوام است. نه، این وعده الله هست. لنسفعا بالناصیه، شرمندگی آنها را خلق الله ان شاء الله خواهد دید. مردم شرمندگی این گونه انسان ها را تماشا میکنند، آنهایی که بر علا بر ضد انسان های صالح می جنگند و بازدارنده اهل صلاح می باشند. ناسیت کاذبت خاطئه، یعنی این چه است؟ این یک وعید الله هست، این یک تهدید الله هست برای آنهایی که باز می‌دارند از راه الله. در دوامش الله چی میگوید؟ فلیدع نادیه سند الزبانیه. ابو جهل و امثال ابو جهل چی میگوید؟ من پیروان زیاد دارم، در اطراف من انسان‌های زیاد است، کسی به من زوری کرده نمیتواند، کسی مرا خار کرده نمیتواند. الله میگوید سند الزبانیه، اگر تو خویش و تبار داری، فرزند داری، یک چند چاپلوس های اطرافت را داری که آنها به تو گویا کمک میکنند، اما من فرشته های زبانیه دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن از پرقوتترین فرشته ها همین زبانیه هستند که در بعضی روایت ها آمده است که آنها اگر سرشان در آسمان هفتم باشد پایشان در زمین میشود، یعنی اینقدر جسمی دراز کلان دارند، اینقدر بزرگ دارند. الله میگوید شما را، یعنی آنهایی که میگوید در اطراف من طرفدارانم هستند، به خاطر همین طرفداران خود از خود میروید، تهدید میکنید، عموما فراموش کردید که کی هستید. به زودی فرشته هایی که نامشان زبانیه هستند خیلی پرقوت هستند و شما با کوچکترین انگشت آنها برابر نیستید. آنها شما را خواهند گرفت، جزای شما را خواهند داد. و فرشته های زبانیه فرشته های هستند که کافران را، اهل کفر و شرک و ظلم را میگیرند و به داخل آتش می اندازند. در دوامش الله میگوید کلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله. آخرین آیت است و تسلیت هست برای پیامبر و برای هر کسی که در راه الله دارد مشقت میکشد و امثال ابو جهل و ابو جهل صفتان را میبیند. الله میگوید لا تطعه، این گونه انسان ها را اطاعت نکن. وقتی میگوید نماز نخوان، نه، نمازت را بر دوام بدار. وقتی تو را از راه هدایت باز میدارد اصلا از پی اونش اطاعت نکن. در این مسئله که تو را از راه الله باز میدارد اصلا اطاعت نکن. برعکس واسجد واقترب، به پروردگارت سجده بکن و نزدیک بشو. و خواهران عزیز به همین نکته نگاه کنید، واسجد واقترب، سجده کن و به الله نزدیک شو. اکثریت علما میگویند سجده کن و به الله دعا کن، سجده کن و به الله دعا کن، چون سجده چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک چند حدیث که همش در کتاب های سنن و صحیح آمده است میگویند در سجده دعاها اجابت است. شما به پروردگارتان در سجده نزدیک میشوید، زیاد دعا کنید. و چی میگوید الله؟ به من سجده کن و دعا کن، از پی آنها نشو. یعنی این چی است؟ این امر الله هست. وقتی کسی تو رو از راه الله باز میدارد نترس، برگرد به پروردگارت.
پناه طلب از پروردگارت. اما مشکلی امروز که در اکثریت دیده می شود چی هست؟ کسی ما رو وقتی می ترساند که درس نخوان تلفنت شنیده می شود، سطرت رو بگیر یا چیزی دیگر، یک و یک بار ما الله رو فراموش می کنیم. ترس آن انسان در قلبمون مثل ترس اله می شود که گویا او ما رو نابود می کند، گویا او دیگر قوت الهی دارد که هر کار رو کرده می تواند. ما فراموش می کنیم به الله پناه بردن رو، یک بار ترک میکنیم الله را. این است که خواری و ذلت و ذلیلی و بیچارگی دارد روز از روز بالای ما زیاد می شود. و جای اینکه ما گفته الله را کنیم که الله میگوید کلا لا تطعه واسجد واقترب، این گونه انسان ها رو اطاعت نکن، بر من برگرد، به نزد من بیا. ما نه الله رو ترک میکنیم، نه ترس در قلبمون. همین گونه رفته رفته انسان هایی هستند که نمیدونم اینها در نزد الله چی میگفته باشن یا چگونه شرم نمیکرده باشن. وقتی که یک نفر کوچکترین تهدید رو کرد، اینها از بحر همه چیز میبراین، از بحر ایمان خود میبراین، از بحر سطر خود میبراین، از بحر قرآن و از بحر هر چیز میبراین که این انسان در دستش قدرت است. اما قدرت رب العالمین بالای تمام قدرت ها هست. همون ابو جهل که فرعون آن شهر بود، بزرگ آن شهر بود، با خواری و ذلیلی و ذلت پروردگار نابودش کرد که تا امروز همه درباره قصه مرگ و شرمندگی او میخوانیم. یعنی مومن باید عمل کننده به این آیت ها باشد. وقتی مصیبت سرتون آمد، کسی ترسانید، یک و یک بار از ترس خود را نابود نکنید، برگردید به سوی پروردگار. واسجد واقترب، به من سجده کن، به من نزدیک شو. نزدیکی به الله به انسان قوت و قدرت میدهد. نزدیکی به الله به انسان آرامش میدهد که شما دیگر یقین میکنید هیچ کسی به شما هیچ ضرری رسانیده نمیتواند وقتی شما خود را به پناه پروردگار پرتافتید. و این خواهران عزیز، کلا لا تطعه واسجد واقترب، حضرت ابو هریره میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم این را خواندند و من همراه پیامبر سجده کردم. از آیات های هست که باید سجده کنیم، الله نصیب کرده باشد. بعد از تمام شدن درس فراموش نکنید سجده تلاوت قرآن را که یک بار به سجده می رویم. الله اکبر، سبحان ربی الاعلی 3 بار اگر گفتید خوب است، نگویید هم باکی ندارد، با همین سجده تان تمام می شود. و این بود پایان سوره اقرا که پروردگار عمل کردن رو به ما نصیب کند و در خاطرمون با قلم بدارد که در خاطر اکثریتتون درس‌های پیشتر نیست. ان شاء الله این درس سوره صحت و سلامت باشیم و تین و زیتون رو میگیریم. حاضر میتوانید سوال ها رو بدهید خواهران عزیز.